سلام دوستان، من سهراب آذرزاده هستم. خوش اومدید به کانال سهراب تک. من تو این ویدیو میخوام آموزش بلور کردن کنترل سنتر شیائومی رو به شما آموزش بدم. خب اولین موضوع، چرا اصلا این کار رو کرده شیائومی؟ به خاطری که این عملیات بلور شدن یا مثلا حالت شفاف بودن کنترل سنتر فشار زیادی وارد میکرده به دستگاه، به سی پی یو و جی پی یو دستگاه، و واسه دستگاه های پایین رده مثل ردمی نوت 8 و گوشی بنده یعنی ردمی نوت شیائومی این قابلیت دیگه بسته شده و نیستش و همون حالت بلوریه و ما میتونیم با برنامه ست ادیت این کار رو انجام بدیم. ولی من خودم تست کردم، ولی از یک نسخه شیائومی به بعد این برنامه ست ادیت هم به کار نمیاد و هر کاری این تغییرات رو انجام میدیم این بلور نمیشه کنترل سنتر و دیگه یا بعضی از تما هستن که بلورن، کنترل سنترشون بلوره، یا اصلا دیگه بلور هم نیست، همینطور بعد از حالت خاکستری استفاده. ولی حالا من نسخه 12.01 شیائومی رو نصب کردم، میوآی رو، خب و این کار رو کردم، دیدم جواب میده و تستش هم کردم، دیدم اوکی، گفتم حداقل یک فیلمم برای شما بگیم. خب برنامه ست ادیت رو از مایکت دانلود میکنید یا هر جای دیگه، هر جایی که میدونید دانلود میشه اوکیه. ست ادیت، یا اگه خواستین دقیق تر سرچ بکنین بزنین setting دیتابیس ادیتور. این برنامه رو نصب میکنید که مخففش میشه ست ادیت. این رو دانلود میکنید و نصب کنید، 1 مگابایته. اجرا که کردین یک اینجور محیطی رو به شما نشون میده. اولش هم یه سری ارور میاد واسه این نسخه از اندروید درست نشده فلان، میسا ولش کنید. و حالا میرید بالا تا بذاریم پیداش کنیم، تا به دیوایس. من الان یه جوری خط میکشم تو ادیت، دیوایس لیول لیست، این رو کلیک میکنید، ادیت ولیو یا والیو رو میزنید. حالا اینجا به جای 1 و این دوتا 1 آخری یعنی این و این، حالا من خطشو میذارم دور این دوتا، من خط گذاشتم، اینا رو تبدیلش میکنین به 3. مثلا الان من اینو میکنمش 3، اینم الان میذارمش 3 و سیف چنج رو میذارم. الان قرار نیست تغییری بکنه. حالا گوشی رو یه دور ریستارت میکنیم و تغییرات رو میبینیم. من الان ضبط رو قطع میکنم. خب دوستان، من الان اومدم با دوربین فیلم بگیرم، این کار رو انجام دادم. خاموشش هم میکنیم گوشی رو دیگه. ریبوت. الان یه پایه بیارم. خب الان من قفل گوشی رو باز میکنم و بزنیم رمز رو بزنیم. خب بزنیم خود لود بشه، میکشیم پایین. بله بلور شده، همه چیز بلور شده. شاید بار اول اینجوری اذیت بکنه و گیر بکنه، ولی بعد از چند بار، چون من از یک ظهر تا شب تست زدم، دیدم اوکیه و هیچ مشکلی هم نداره. خب و همین دیگه. ممنون که این ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.